آموزشگاه از روی دو اختصاص متخصصی ساحه آموزگاری و مربیه مؤسسه تحصیلات تا مکتبی آماده می‌نمود. بعد از به کالج تبدیل دادن آموزشگاه اکنون ببینید که طبق طلبات بازار مهنت، طبق طلبات زمانی معاصر، طبق طلبات اهل جامعه، پدر و مادران در کالج یک چند اختصاصات تاسیس داده تشکیل کرده شدن، قریب که 7-8 اختصاص ها حالا باشد در کالج شکر استقلال، شکر صلح و آسایشتگی زمانه هستند که حالا در کالج از روی 16 اختصاص متخصص سایه آموزگاری و تحصیلات تا مکتبی، مربیه های تحصیلات تا مکتبی آماده می نمایند. مثلا ما در کالج برای آماده کردن این متخصصان در کالج همه شرایط مهیا کرده شده است. خصوصا سال 2000 سال ما کافدره تشکیل کرده بودیم، 3 کافدره بود. حالا 7 کافدره در مقایسه میکنید 4 کافدره بر زیاد شد، 3 کافدره عمل میکند در نزد 7 کافدره عمل میکند در نزد 3 فاکولتت ها. کافدره ها بیشتر کافدره ها بیشتر برای بلند برداشتن صفت تحصیلات، برای درست برآمدن روند تعلیم، تامین نمودن روند تعلیم با آموزگاران صاحب تجربه عنواندار و کتاب‌های درسی کوشش به خرج می‌دهند.